سلام خدمت همه شما عزیزان. به برنامه گفتگو از موج با من پوریا باور خوش آمدید. با توجه به تحولات اخیر افغانستان و موضوع‌گیری‌های متفاوت جامعه جهانی نسبت به حکومت طالبان، بحث و گفتگو پیرامون آینده این کشور و نحوه تعامل با آن اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً اعلام کرده که طالبان کنترل افغانستان را در دست دارد و روسیه با توجه به این واقعیت عمل کند. در پای این اظهارات مجله دیپلمات در مقاله تاکید کرده که معرفی طالبان به عنوان تنها نماینده افغانستان یک روایت خطرناک است که میتواند به درگیری‌های بیشتر دامن بزند. همچنین این مقاله یادآور شده که حمایت از تلاش‌های مردم افغانستان برای دستیابی به آینده روشن و تشکیل یک دولت فراگیر ضروری است. در این راستا نشست سوم دوحه که به منظور افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان برگزار می شود، می تواند نقش مهم ایفا کند. برای بررسی دقیق‌تر این موضوعات و درک بهتر از وضعیت کنونی افغانستان، گفتگویی داریم با دکتر جعفر حق‌پناه، استادیار موعود مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و مسئول بخش مطالعات افغانستان انجمن علوم سیاسی ایران. تا به پرسش‌های کلیدی پیرامون این تحولات پاسخ دهند. جناب دکتر خوش آمدید. درود بر شما، شب شما و همه مخاطبان گرامی بخیر باشه. برای همه عزیزان بهترین ها را آرزومندم. در خدمت شما هستیم. سلامت و بخیر باشید. به عنوان اولین پرسش، چگونه ارزیابی می‌کنید که معرفی طالبان به عنوان تنها نماینده افغانستان می‌تواند به درگیری‌های بیشتر دامن بزند؟ یک نظریه رئالیستی غالب هست با این پیش‌فرض که هر کسی که قدرت رو با شمشیر تصاحب کرد، اون رو پشت میز مذاکره با دیگران تقسیم نخواهد کرد و سعی میکنه که خودش رو به عنوان قدرت غالب با استفاده از همون خشونت عریان نشون بده و بازیگران دیگر رو عملاً مجبور کنه که این واقعیت رو بپذیرن. اون چی که ما در حال حاضر در افغانستان شاهد هستیم بر اساس همین مفروض رئالیستی هست که به هر حال طالبان تلاش میکنه که هم در داخل و هم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به سایر کنشگران بقبولاند که هیچ نیروی جایگزینی نداره، قدرت رو به دست آورده و حفظ کرده، بنابراین میبایست دیگران با اون تعامل کنن حتی اگر مشکلاتی هم وجود داشته باشه. فقدان یک نیروی توانمند بدیل و جایگزین این ذهنیت رو نزد سایر کشورها تقویت کرده که آیا واقعا جانشین دیگری برای طالبان هست یا خیر. بر این اساس که هست که میبینیم طی ماه‌های اخیر زمزمه‌های بیشتری شنیده میشه که واقعیت موجود رو به نوعی مورد پذیرش و شناسایی قرار بدن. آنچه که شما هم به درستی اشاره کردید در قالب اجلاس سوم سازمان ملل در آینده نزدیک در دوحه قطر شاهد خواهیم بود، هم حرکتی در همین راستا تلقی میشه که من در ادامه به اون بیشتر خواهم پرداخت. سلامت باشید. آیا به نظر شما کشورهای دیگر مانند روسیه به این نتیجه رسیدند که باید طالبان را به رسمیت بشناسند و چه پیامدهایی میتواند که به رسمیت شناختن داشته باشد؟ من تردید دارم که حتی بازیگری مثل روسیه به این باور قطعی رسیده باشه که حتما میبایست در آینده نزدیک با طالبان به عنوان یک حاکمیت رسمی و مشروع و شناسایی شده تعاملات خودش رو برقرار کنه. حرف هایی که مقامات مسکو هم مطرح کردن دلالت بر قطعی بودن این قضیه نیست، بیشتر به نوعی نشان دادن جایگاه و نقش و نفوذ روسیه بر معادلات قدرت در افغانستان هست که در آستانه اجلاس دوحه مطرح میشه و به نوعی سبک سنگین کردن و نمایش قدرتی هست به خصوص در برابر امریکا. من فکر میکنم که اوضاع در داخل افغانستان به نوعی حتی مسئولیت برای روسیه هم نداره. هیچ کشوری الان
نتونسته اون پیش شرط های امنیتی خودش رو به مقامات حکومت سرپرست بقبولاند. این پیش شرط ها برای هر کشوری متفاوت هست. طبعا برای روسیه که مرز جغرافیایی مستقیم نداره و از آسیای مرکزی و به واسطه تحت تاثیر تحولات افغانستان قرار میگیره، شاید اولویت‌های امنیتی به نوعی کمتر از ایران یا هند یا چین و یا پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی باشه. اما به هر حال مهم این هستش که صرف نظر از چین، بقیه کشورها دغدغه‌های امنیتی بسیار جدی‌ترشون باقی مونده و من فکر میکنم که همه این معادلات هست و به نوعی در پرسش به پاسخ شما باید لحاظ بشه. از این جهت بهتر هست که کمی با تردید و احتیاط به این عزم و اراده بین المللی توجه کنیم، به علاوه که در نظر بگیریم حتی اگر کشوری مثل روسیه هم در امر شناسایی به نسبت بقیه پیشگام باشد و جلوتر افتاده باشد که چنانچه گفتم تردید هست، به هر حال نیروهای موازنه بخش دیگری هم هستن که در ادامه باید به اون بپردازیم که فکر می‌کنم بر مجموع باعث میشن که همچنان این روند برای طالبان پر دستانداز و پر تکاپو باشه و به این زودی ها مطلوب اونها عاید نخواهد شد. نشست سوم دوحه که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود، چه نقشی میتواند در تعامل بین‌المللی با افغانستان ایفا کند؟ بنابر خبرهایی که تا الان اومده، دبیرکل سازمان ملل برخلاف اجراسی قبلی در این نشست حاضر نخواهد بود، چون اگر یادتون باشه ناکامی اجراسی قبلی به این خاطر بود که طالبان حضور خودش رو مشروط به این کرده بود که حتما ملاقاتی با دبیرکل انجام بشود که به نوعی گویای و یک علامتی برای شناسایی هست و طبیعتاً فضا همچنان محقق نبود برای این پیشرفت و الان هم نیست. این بار تلاش شد که با این شکل از کنفرانس، یعنی حضور نیافتن دبیرکل، شرایط برای حضور طالبان فراهم بشه. طبیعتاً این هم یک گام به جلو هست برای همه، یعنی جامعه بین‌المللی به نوعی همچنان از شناسایی تفره میره، یعنی حضور طالبان به معنای شناساییش نخواهد بود. طالبان هم یک پیشروی و یک گام به جلو داره. از طرفی برای مردم افغانستان هم یک وضعیت خاصی متصور هست که به نظر من هنوز قطعی نیست، یعنی باید دید که واقعا چقدر دولت‌های دیگه منافع مردم افغانستان رو در نظر میگیرن. از جهتی باز فرصتی هست برای اینکه نهادهای مدنی و مردم افغانستان به خصوص خانم‌ها حرف‌های خودشون رو بزنن، ولی از طرف دیگه هم چنانچه در دوره‌های قبلی دیدیم متاسفانه آورده روشن و ملموس و سریع برای مردم از نوع این گونه اجلاسی‌ها نبوده، به خصوص که نمایندگان گروه‌های مدنی که در این اجلاسی‌ها شرکت می‌کنن همیشه مورد اتهام هستن که شما نمایندگان واقعی مردم افغانستان نیستید و این مشکل دو برابر می‌کنه برای طبقات تحت فشار زن و مرد و شهری و روستایی از همه اقوام و مذاهب در افغانستان که واقعا الان تنگناهای بیشتری پیدا کردن، به خصوص بعد از بلایای اخیر زلزله و سیل و مشکلات اقتصادی. من بعید می‌دونم که به این زودی ها برای مردم افغانستان از این گونه اجرایی ها دستاوردی بتونیم قائل باشیم. بحران حقوق بشر در افغانستان و ویژه در مورد زنان و اقلیت‌ها تا چه حد جدی است و جامعه جهانی چگونه می‌تواند که به او پاسخ بدهد؟ خانم بابا، شما خودتون تجربه داشتید و طی دوره 20 ساله جمهوری هم به نوعی درگیر بودید. واقعا مسئله حقوق بشر و حقوق زنان به شکلی لوث شده در این مورد خاص و خیلی ابزاری و به عنوان دستاویزی برای مقاصد
قدرت از سوی اغلب کنشگران مورد بهره برداری قرار گرفته و واقعا میبایست به نیات و مقاصد خیلی از مدعیان طرفداری از حقوق بشر و حقوق زنها تردید داشته باشیم. واقعا از این جهت البته امری مشروع هست و طبیعتا به همین دلیل هست که همه به اون متمسک میشن و پشت اون قایم میشن. من فکر میکنم علیرغم که باید به نیات خیلی از دولت‌ها تردید داشته باشیم، اما نمیتونیم واقعیت خجسته و میمون رو نادیده بگیریم که جامعه بین‌الملل، نهادهای مدنی و نخبگان واقعا دغدغه دارن و پای این دغدغه ایستادن. شاید اگر اینها نبودن احتمالاً گشایش‌های بیشتری برای طالبان در امر شناساییش تا الان شاهد بودیم. به هر حال یک نیروی محرکه توانمندی هست و به نوعی خود خانم‌های افغان و فعالان مدنی و حقوق بشری هم بسیار مؤثر بودند که نمیتونیم نقش اونها رو نادیده بگیریم، اگرچه به صورت پراکنده و غیر متمرکز و ناهماهنگ و بعضا خنثی کننده همدیگه هم بودن، ولی در مجموع نمیتونیم این کارکرد رو نادیده بگیریم. به نظر میاد که همچنان تنها نیروی نحیفی که از خاستگاهی اصیل مبارزه میکنه با انحصار طلبی که در حکومت سرپرست وجود داره همین جنبش شکننده زنان به خصوص در داخل هست که اگرچه کم تعداد هستن اما صدای اونها در میان سراسدای طالبان همچنان به گوش میرسه و من فکر میکنم این رو باید جدی گرفت، اگرچه که همونطوری گفتم استفاده ابزاری و از به خصوص در خارج از کشور نمیتونیم نادیده بگیریم. به هر حال میبایست این نکته رو به عنوان نقطه عطف ببینیم که تعیین کننده خواهد بود که واقعا آیا طالبان تحولی رو واقعا و ماهیتاً داره یا خواهد داشت یا خیر. جناب دکتر، نقش جبهه مقاومت ملی افغانستان و دیگر نیروهای مخالف طالبان چگونه ارزیابی میشن؟ صادقانه و علیرغم احترامی که برای خیلی از دوستان خودم در میان گروه‌های اپوزیسیون قائل هستم، این نکته رو عرض می‌کنم با کمال تأسف که این جریان نیروی اپوزیسیون خارج نشین کمابیش ناهماهنگ، متفرق، بی انگیزه و تا حدود زیادی فاقد پایگاه اجتماعی و امکان ارتباط و تاثیرگذاری در داخل هست. بگذاریم که برخی از عناصر که به نام اپوزیسیون فعالیت می‌کنند به درستی از جانب همه منتقدان، خواه طالبان، خواه مردم، خواه نهادهای مدنی و سایر دولت‌ها، متهم به فساد هستند و مقصران شکل‌گیری وضعیت کنونی به دلیل ناکارآمدی که در دوران 20 ساله داشتند. اما در این میان بخشی از اپوزیسیون اصیل هم وجود داره. به خصوص ما باید توجه کنیم به مشروعیت و مقبولیت قابل توجهی که جنبش آقای احمد مسعود داره، هم به جهت کاراکتر و شخصیت خود ایشون و خاستگاه خانوادگیش و اینکه در اون حلقات قدرت سابق و اون نکته‌ای که به عنوان فساد و ناکارآمدی دولت قبلی عرض کردم ایشون دامنش مبرا هست. به این جهت باید این رو بپذیریم که همچنان وجود داره و نمیتونیم اون رو علیرغم اینکه در عرصه میدانی کارکرد روشن و تعیین کننده هم نداشته باشه، نمیتونیم این رو نادیده بگیریم و من فکر میکنم که به هر حال گوش نگاه مردم به خصوص در میان مهاجر همچنان به این شخصیت و این جنبش وجود داره. مسئله مهم که باید در بحث مستقل بهش پردازیم به کارآمدسازی و هماهنگسازی این گونه نیروهای مستقل و اصیل برمیگرده.
جناب دکتر، تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان از دیدگاه شما تا چه حد امکان پذیر است و چه موانعی بر سر راه تشکیل دولت فراگیر در افغانستان وجود دارد؟ تشکیل دولت فراگیر در افغانستان داستانی است پر آبچشم و فکر نمی کنم کسی از میان تحلیلگران و بازیگران اینقدر خوشبین باشه که با توجه به تجربه تلخ دهه‌ها و بلکه سده‌های گذشته عملاً چنین امکانی در نه تنها میان مدت که در دراز مدت هم وجود داشته باشه. من فکر میکنم که با توجه به تجربه تلخ مداخله ناکارآمد بین المللی طی 20 سال 2001 تا 2021 به رهبری آمریکا، الان دشواره‌های بیشتری ما در این خصوص شاهد هستیم. یعنی شاید این فرصت تاریخی برای افغانستان از بین رفته باشه که تمام توجه جامعه بین‌المللی برای یک برهه کوتاهی به افغانستان بود و انبوهی از منابع و حمایت‌ها نثار افغانستان شد. اصلا قصد ندارم که اون بهره بردارای ابزاری کشورهای دیگه رو نادیده بگیرم که برای مقاصد خودشون اومدن و این در درون خودش یک تجربه شکست خورده بود و از ابتدا هم شاید به نوعی محکوم به شکست بود، اما به هر حال عوامل داخلی بسیار مؤثر بود در اینکه این تجربه تلخ ما داشته باشیم. الان نه تنها مؤلفه‌های داخلی چندان قرائنی و شواهدی رو نشون نمیده که به سمت حکومت فراگیر میریم، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هم همین بی‌توجهی، بی‌اعتمادی و رقابت‌ها وجود داره. من فکر می‌کنم تا زمانی که دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، یعنی قدرت‌های عمده‌ای مثل امریکا، اتحادیه اروپا و ناتو که در این 20 سال گذشته اصل جمهوری خیلی فعال بودند، با کنشگران مهم منطقه‌ای مانند ایران، پاکستان، چین، هند و روسیه و آسیای مرکزی به اجماع و درک مشترکی از مسائل افغانستان نرسن، این عامل خارجی هم به سمت ایجاد حکومت فراگیر پیش نخواهد رفت و در نتیجه عوامل داخلی هم فراهم نمیشن و بیشتر به صورت ابزاری در تعامل با این قدرت‌های بزرگ وضعیت موجود رو یا حفظ میکنن که عملا حکومت فراگیر نداریم، یا اینکه حتی ممکنه که وضعیت خطرناکتر دیگه ای هم حتی داشته باشیم. جامعه بین‌المللی چگونه میتواند یک نقش موثر در بهبود وضعیت افغانستان و به حمایت از تلاش‌های مردم افغانستان برای آینده روشن و بهتر افغانستان داشته باشد؟ دکتر شما چی استدلال کنید؟ من همونطور که در پرسش قبلی هم گفتم، جامعه بین‌المللی رو تفکیک میکنم: سطح منطقه‌ای و سطح بین‌المللی و همینطور کنشگران دولتی و غیر دولتی. هر کدوم یک موقعیت و تاثیرگذاری دارن و یک اهداف و منافعی رو که بعضا هم در تضاد با هم دیگه هست. در مجموع من میبینم که جامعه جهانی الان توجه کمتری به مسائل افغانستان داره، حتی از بعد انسانی و امنیت انسانی. شما ببینید که واقعا چقدر برای حل مسائل مهاجران و پدیده مهاجرت در افغانستان اهتمامی از ناحیه بقیه کنشگران مؤثر دیده میشه. بسیار کم شده، به خصوص بعد از دو بحران عمده جهانی، یعنی بحران اوکراین و همینطور بحران غزه و فلسطین. این کم توجهی بیشتر هم شده و این واقعیت ناخوشایند هستش که باید بپذیریم و که به هر حال فعلا اولویت چندانی از سوی جامعه جهانی نسبت به مسائل افغانستان نمیبینیم.
جناب دکتر، وضعیت امنیتی افغانستان و تهدیدات تروریستی در شرایط کنونی چگونه است و چه اقداماتی باید برای کاهش این تهدیدات انجام شود؟ دقیقا نکته درستی رو اشاره میکنید که طی همه این سالها چالش های امنیتی افغانستان برای به خصوص کشورهای پیرامونیش و از اون ناحیه برای امنیت جهانی اصلا کاهش پیدا نکرده. یعنی حکومت سرپرست هم که اومد و نیروهای امریکایی و ناتو هم که خارج شدن، عملا ما همچنان شاهد هستیم که پدیده‌ای مثل تولید و قاچاق مواد مخدر، مهاجرت‌های غیرقانونی، مخدوش شدن امنیت مرزهای کشورهای همجوار، پدیده بیجا شدگی در داخل و مهاجرت‌های به کشورهای دیگه و همینطور تحرکات گروه‌های تروریستی در افغانستان کمابیش وجود داره. مسئله این نیست که چقدر خبرها منعکس میشه یا نه، ولی به هر حال من و شما که با این واقعیت‌ها به صورت روزمره زندگی میکنیم میبینیم که این مشکلات همچنان وجود داره و من فکر میکنم که در افق پیش رو هم عملاً بعید هستش که به این سرعت این موانع مرتفع بشه. حتی در یک سناریوهایی میشه تشدید و وخامت اوضاع رو هم در نظر بگیریم که خیلی میتونه به صورت یک شگفتی ساز در معادلات افغانستان عمل کنه. و البته ما همیشه تو افغانستان طی این 50-60 ساله این شگفتی سازها و عدم قطعیت ها رو داشتیم و شاید دوباره به شکل دیگه بروز پیدا بکنه. تشکر جناب دکتر. نقش کشورهای همسایه افغانستان و تعاملات منطقه‌ای در کمک و حل بحران افغانستان به نظر شما چی است؟ البته این کشورها یک نقش آفرین مستقیم به جهت مجاورت جغرافیایی و اون پیوندهای تاریخی دارند که کم یا زیاد هست و یک مقداری هم نقش این کشورهای همجوار رو باید میبایست با اون همسویی‌ها و بلوک‌بندی‌های قدرتی که با خارج از منطقه دارن دوباره ببینیم. مثلا اینطوری که به نظر میاد یک شما پاکستان رو دارید به عنوان یکی از بازیگران بسیار پرنفوذ در افغانستان در همه این سالها، که در عین حال که و با وجود نقش آفرین مستقیم خودش یک کارکرد مضاعفی هم به جهت پیوندی که با چین برقرار کرده و یک محوری رو تشکیل دادن پیدا میکنه. در مورد هند هم اگرچه که مجاورت جغرافیایی نداره اما نمیتونیم نقشش رو نادیده بگیریم، هم نقش آفرین مستقیم هست و هم پیوندی که و اتحادی که با امریکا داره و به نظر میاد که در واقع این محور الان فعال هست. و در مورد ایران روسیه هم باز به همین شکل میتونیم ادعا کنیم که ایران اگرچه که خودش به خاطر مرز مشترک و بیشترین پیوندهای فرهنگی، تمدنی، تاریخی، زبانی، دینی با افغانستان یک کارکرد مستقیم داره، در این حال یک اتحاد نانوشته‌ای هم میان تهران و مسکو برقرار هست. کشورهای آسیای مرکزی هم در پیوند با مسکو همین وضعیت و جایگاه و نقش آفرینی دارند. من فکر کنم الان موقعیت و تاثیرگذاری کشورهای منطقه به مراتب بیش از قدرت‌های مثل امریکا و اتحادیه اروپا و ناتو هست. چنانچه گفتم اون بیمیلی و بی‌انگیزگی از یک طرف و این نوعی آسودگی خاطر شاید کوتاه‌بینانه مبنی بر اینکه اونها تضمین‌هایی از طالبان شاید فکر می‌کنن گرفتن که تهدیدی متوجهشون نباشه و یا اینکه خودشون رو به لحاظ جغرافیایی دورتر می‌بینند، لذا فکر می‌کنن که عملاً نیازی به سرمایه‌گذاریشون نیست و اتفاقاً تحولات افغانستان میتونه به مشغول سازی رقبایشون مثل روسیه و چین و ایران منجر بشه. اما خب تحولات افغانستان نشون داده که اینجور معادله ها و محاسبه ها در این که مورد خاص جنبه منطقی نداره
شاید برخلاف اون قاعده معروف در افغانستان دشمن شما دوست شما نباشه، بلکه این دشمنتون همچنان دشمن شما هم باشه. و یا از تحولات عجیبی که میبینیم بین ماهیت گروه ها رخ میده و مثلا دیدیم که از جریان عرب افغان های پرورده افغان دولت های مثل امریکا و انگلیس و عربستان و پاکستان نیروی به وجود اومد که علیه اونها به فعالیت پرداخت و به القاعده تبدیل شد. این رو هم باید نظر بگیریم و بدونیم که مدل قدرت در افغانستان بسیار بسیار پیچیده هست. جناب دکتر ممنون که وقت گذاشتید. سلامت باشید. سپاسگزارم. برای شما و همه مخاطبان محترم بهترین ها را آرزو مندم و امیدوارم که گفتگوهای بعدی ما جنبه‌های خوشبینانه تری داشته باشه و نکات مثبت تری رو در مورد افغانستان بیشتر به گفتگو بگذاریم. پاینده باشید.